چرا بعضیا هرچی دلشون میخواد میخورن و لاغر میمونن، اما شکم بعضیای دیگه بزرگ میشه حتی اگه تقریبا هیچی نخورن؟ اکثر مردم غذا رو مقصر میدونن، نون، شیرینی، شام بعد از ساعت 6. اما آقای الکساندر میکولین، مهندس، دانشمند و خالق بیبرو ژیمناستیک معروفه، ثابت کرد مشکل اصلا کالری نیست. دلیلش رکود و ایستایی در بدنه. مشکل اینه که فیلتر داخلی ما یعنی کبد دیگه مثل یک پمپ کار نمیکنه. وقتی کبد مسموم میشه، سموم و چربی‌ها دفع نمیشن، بلکه در حفره شکمی رسوب میکنن. شکم به خاطر غذا بزرگ نمیشه، بلکه به این دلیله که خون و لنف در داخل بدن راکت شدن. امروز یاد میگیرید که چطور با چند تا حرکت ساده قدرت رو به کبدتون برگردونید، این رکود رو از بین ببرید و فقط در عرض چند هفته سبکی و انرژی رو تجربه کنید. الکساندر میکولین میگفت کبد آزمایشگاه اصلی بدنه. هر دقیقه 1.5 لیتر خون از اون عبور میکنه. کبد خون رو تمیز میکنه، سموم رو خونسا میکنه، چربی‌ها رو پردازش میکنه و سطح قند رو تنظیم میکنه. اما مثل هر فیلتری، کبد هم به حرکت نیاز داره، وگرنه جریان متوقف میشه. وقتی ساعت‌ها میشینیم، مخصوصا قوز کرده، دیافراگم دیگه مثل یک پمپ کار نمیکنه. خون در کبد راکت میشه، قطع میشه، سموم دفع نمیشن. به جای یه جریان تمیز تبدیل به یه رسوب کدر میشه و بدن شروع میکنه این رسوب رو جایی پنهان کنه که کمترین حرکت رو داره، یعنی در شکم. اینجوریه که اون شکم سفت و محکمی که نه با رژیم از بین میره و نه با ورزش به وجود میاد. مشکل از غذا نیست، از سیستم تصفیه مسدود شده هست. شما میتونید گرونترین ویتامین ها رو بخورید، کلم بروکلی و آووکادو مصرف کنید، اما اگه فیلترتون مسدود باشه، مواد مغذی جذب نمیشن. کبد وقت نمیکنه جریان خون رو پردازش کنه و همه چیزای اضافی مثل چربی، مایعات و سموم در حفره شکمی رسوب میکنه. میگفت چربی مجازات غذایی اضافه نیست، انباریه که بعدن چیزایی که وقت نکرده تمیز کنه رو توش جمع میکنه. برای همین اولین قدم به سمت سلامتی و لاغری محدود کردن غذا نیست، بلکه بازیابی حرکت درونی بدنه. هر چقدر هم کالری بشمارید، هر چقدر هم درست غذا بخورید، تا وقتی کبدتون تحت فشار باشه، بدنتون شروع به تغییر نمیکنه. میکولین این رو ساده توضیح میداد. میگفت مشکل کالری نیست، جاذبه و رکوده. شبا بدن به صورت افقی قرار داره، رگ و فشرده نیستن و خون و لنف آزادانه جریان داره. دیافراگم به آرومی کبد ماساژ میده و به پاکسازی زیش کمک میکنه. بدن از این ساعت‌ها برای دفع مواد بازائد استفاده میکنه. برای همینه که صبح‌ها لاغرتر، سرحالتر و سبکتر بیدار میشیم. اما به محض اینکه برای صبحونه میشینیم یا پشت فرمون قرار میگیریم، همه چیز عوض میشه. ما دوباره شکممون رو فشرده میکنیم، جلوی کار دیافراگم رو میگیریم، خون دیگه جریان نداره و تا ظهر هر چی که شب دفع شده بود برمیگرده. انگار که سیستم تصفیه خاموش شده. برای جلوگیری از این اتفاق میکنین توصیه میکرد بلافاصله بعد از بیدار شدن 60 تا از این تکون‌های آروم روی پاشنت رو انجام بدید. این کار پاکسازی شبانه رو تثبیت میکنه و کبد رو برای روز روشن میکنه. بعد از اون یه لیوان آب گرم بنوشید. این جریان لنف رو راه میندازه و به بیدار شدن کبد کمک میکنه. این عادت‌های ساده صبح رو به یه دیتاکس قدرتمند تبدیل میکنه. قانون اصلی میکولین همین بود. میگفت با شکمت نجنگ، به کبدت کمک کن. الکساندر میکولین میگفت لازم نیست بدنتون رو با رژیم‌ها عذاب بدید. باید وادارش کنید درست حرکت کنه. ما عادت کردیم با چربی بجنگیم، کالری بشماریم، اما همه اینا جنگیدن با معلوله. علت واقعی در رکوده، در اینه که فیلتر اصلی ما یعنی کبد با نصف ظرفیتش داره کار میکنه. بهش کمک کنید و بدن ازتون تشکر میکنه. هر صبح ویبرو ژیمناستیک انجام بدید، هر 40 دقیقه از جاتون بلند شید، آب رو جدا از غذا بنوشید، عمیقاً نفس بکشید و کمرتون رو صاف نگه دارید. حس می‌کنید که انرژی برمیگرده، شکم نرم‌تر میشه و نگاهتون شفاف‌تر. یادتون باشه هر چیزی که حرکت میکنه زنده است و هر چیزی که راکت میبونه بیمار میشه. توی کامنت ها بنویسید که آیا روش میکولین یا تمرین‌های مشابه رو انجام دادید؟ چه تغییری توی خالتون ایجاد شد؟ تجربهتون رو بنویسید چون میتونه به بقیه کمک کنه. یادتون باشه کانال من رو حتما سابسکرایب کنید چون کلی روش ساده اما هوشمندانه دیگه برای برگردوندن سلامتی و سبکی بدون دارو در راهه. لایک و گزینه سابسکرایب رو هم بزنید تا این ویدیو به دست افراد بیشتری برسه. اینا رو هم ببینید برای اطلاعات بیشتر. تا ویدیو